هم سرک بانتونه طرف کارتسخی، راه کارتسخی. اینم کارتسخی، زیارت سخی جان. اینم داخل زیارت کارتسخی سخی جان که فعلا برقای خود زیارت نیست. از زیارت تاریک. یک زمان اینجا خانومام اجازه زیارت داشتن، اما اجازه ورود برشان نمیده، فقط آقایان. یا هم که کوی خود کارتسخیه و دوروزه ورودی خود زیارت، یا هم که نمای از شهر کابل. دوستان اینجا یک بنده خدای را تازه دفن کردن و کسایی که برای تشییع آمده بودن دوباره طرف خانه خودان میره و دیگه خودم هم در صدت و رفتن طرف سنگ ذوالفقار هستم. دوستایی که در کابل بودن و طرف زیارت سخی جان آمده باشن میفهمن که یک سنگ است که مردم یک زمان تصور دزدی داشتن که کسی که گناهکار باشه از این سنگ رد شده نمیتونه و سنگ رو محکم میگیره. و البته مردم های سابق نیت ها پاک بود، خیلی ایمان داشتن و ایمان ها خیلی محکم بود دیگه. البته چیزی که من خودم از بزرگا شنیدم، خودم هم اونقدر معلومات ندارم زیاد، فقط همه میفهم سنگی است که کسی گناهکار باشه و بخواه اینجا رد شه سنگ محکم میگیریشه و همونجا گیر میکنه. ما یک زمانی لاغر بودم، کمی وزن کمتر داشتم و این سنگ رد میشدم. فعلا که دروازه اینجا رو بسته کردن، متاسفانه درشان بسته است، کسی هم داخل رفتن نمیتونه. از این پتاسی نکا بالا میرتید، از بالا از اون قسمت یک راه داشت، یک البته یک شکافی در دل سنگ بود، اینجا رد میشدی. این طرف که می آمدی وقتی یکان تا در داخل خود سنگ آدم ایده ترس میخورد. یا باز نمای دیگه از شهر کابل، از خود زیارت سخی جان. این ساختمان است که در این سالهای آخر در اینجا درست شده. یا هم جنده کارتسخی یا سخی جان که پیش از او هر سالت و سال نو مردم جنده را بلند میکردن و دیگه در 2 سال اخیر اجازه ندادن که این جنده دوباره مثل سالهای گذشته بلندش کنن. البته مردم البته خیلی مخالفین خودم داره، خیلی مخالفین خدا داره و بعضی هم هستن نمیدونم بنا به چی حساب دیگه کار شرک میدونم، نمیدونم. یا هم قسمتی هست که خود کبوترهای
زیارت کارت سخی نگهداری میشه و مردم به خاطر گرفتن حاجت برای یک کفتران دانا میریزن تا از خداوند حاجت خدا نبگیرن. راستی نگفته نمانه امروز هم یک تاریخ بسیار راوند و خوبی است. تاریخ امروز از 5/5/1405. دست شما رو به الله مسپارم. خداوند یار و مددگارتان.